سلام بچه ها، من رادماساما هستم و خوش اومدی به چنل بنده. من امروز اومدم بهتون بگم هر دلیل اصلی مرگ ایتاشی چیه. آخه ایتاشی دوید یه چیز زد تو سر ساسکی افتاد زمین. خیلی منطقیه و میخوام بهتون بگم که قضیه اصلی مرگ ایتاشی چیه. پس با ما همراه باشید. خب بچه من اینجا یه متن کامل آماده کردم تا اینکه بهتون بگم ایتاچی نه. اول از همه بچه این ویدیو دونه تئوریه و تاثیر و یه سری از بخشاش واقعیه، یه سری از بخشاش کی یکی از بخشاش تئوریه. خیلی خوب، الان این بخشی که دارم بهتون میگم تئوریه. ایتاچی استفاده از آمورت راستوی قطع چشم میزد. قطع چشم چیه؟ تا اونجایی که یادم میاد اسمش یادم نمیاد، ولی خب یه چیزی مثل قطع چشم میزد. آمورت راستوش کمک میکرد که بتونه بیشتر از چشمش استفاده کنه و کور نشه تا بتونه ساسکی بیاد اونو بکشه. و الان میگی خب تو این از کجا میدونی؟ بچه میگم این یه تئوریه و راستش اوبیتا در نقش توبی آکاتسوکی اومد و به ایتاچی همچین چی اومده بود. ساسکی اون موقع مانگیکی ابدی هنوز نزدش، اومده بود به ساسکی داده بود. سر همون ما احتمال میدیم که یا ایتاچی خودش پیدا کرده یا اینکه اوبیتا بهش داده و اینکه ایتاچی بیماری داشتن یه بیماری داشته بهش میگفتن مریضی چاکرا. حالا اسم انگلیسی شدم نمیاد، من انگلیسی خیلی بده. حالا خب یعنی چاکراشو نمیتونست درست کنترل کنه، مثلا یه دونه کاتون میزد یا خیلی کم میومد یا یهو مثل سگ زیاد میومد که ممکن بود چاکراش تموم شه. یعنی کاتومش ممکن بود مشکل داشته باشه و که تو فایت ندیدیم. و اینکه این دارو رو بذارین کامل براتون تعریف کنم. این قطره که میزده یه جوری کمکش میشد مثلا هر چند روز یه بار بزنه، مثلا در روز میتونست 2 بار آمونتروسو بزنه یا مثلا 2 بار، مثلا 2 بار میشد 3 بار 4 بار، یعنی همچین جوری بوده. ولی خب این همیشه مثبت نبوده، میتونه به چشم بعد از یه مدتی آسیب بدی بزنه و آره آسیب میزنه و داره دیگه. این یعنی که ایتاچی یه دونه مریضی چاکرا داشته و اینکه یه دونه یه چیزی استفاده میکرده که ناسلامتی کور نشه که بتونه تاسکه بیاد اونو بکشه و دیگه اون چیز مفید نبوده براش و اینکه و مریضی چاکرا هم بیماری که داشت نبود. اون یه دونه بیماری داره که اسمش یادم نمیاد، ولی خب باعث درد قفسه سینه سرفه‌های خونی میشه که ما اونجا دیدیم وقتی داشت با ساسکی میجنگید. آره سر همون مرد، یعنی اون زد توش سرفه خونی کرد مرد. این رو ساسکی مرد. الان میگی خب رادمان تو از کجا میدونی که حتما قطع چشم میزده؟ شاید نزده باشه، تو اینا حتما از کدوم؟ عزیز من اسم این تئوریه و اینکه اوتوبی همچین چیزو توی سری به ساسکی داده بود و من دارم از روی میدم که شاید به ایتاچی هم داده باشه و اینکه و الان مگه ساسکی مانگیکی ابدی نزده بود؟ چجوری ساسکی مانگیکی ابدی زده بود؟ چجوری از اون چیزی داشت؟ عزیزمان اون اول از همه که مانگیکی ابدی نداشت. من احتمال میدم که قبل از اینکه مانگیکی ابدی بزنه همچین چیزی داشته باشه. یه و فکر کنم کل محتوام همین بود. بذارید ببینم کل اسکریپتم 4 دقیقه شد. هی زندگی بچه قول اینا ویدیوی بعدیم بلندتر باشه. هی
و همین شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و تا ویدیو دیگه فعلا بای بای.